تابستون شده دنبال بازی ترسناک میگردی، میخوای یه تابستون ترسناک برای خودت درست کنی. تبریک میگم، جای خیلی خوبی اومدی. 5 تا بازی ترسناک بهت معرفی میکنم، قشنگ تابستون تو ترسناک کن. برو که رفتی. شماره 5 Street Flats. بازی که از نظر سالی بخوام بگم تو 1940 اونورای میلادی بازی جریان داره، داخل چینه و ما در نقش یه ولاگریم، اومدیم ولاگ بگیریم توی یه آپارتمان قدیمی. بیشتر از این توضیح نمیدم داستان چی و چه اتفاقی میفته، اسپویل میشه. فقط در این بهتون بگم اتمسفر بازی خیلی خوبه و حال هوای خیلی خوبی داره بازی و واقعا بهتون توصیه میکنم. همین حرف بزنم کافیه. شماره 4 سایلنت استیل. بازی که داستانش راجع به فلج خوابه که ما در نقش شخصی هستیم که این فلج خواب سراغش اومده و طی این زمان یه اتفاقاتی برای ما میفته که توضیح نمیدم چون خودتون باید تجربه بکنید. از بابت ارزش تجربه هم که بخوام بگم، نسخه دومش ارزش تجربه بیشتری داره، ولی خب باز همچنان توصیه میکنم نسخه اولش هم بازی کنید. شماره 3 She was 98. ما تو این بازی در نقش یه پسرایی هستیم که اومدیم از مادر بزرگ خودمون نگهداری کنیم. حالا اینکه چطوری نگهداری میکنیم و چه اتفاقاتی میفته نمیگم، اسپویل میشه و حتما بهتونی بازی بچه پیشنهاد میکنه. بازی به شدت خوبیه. حالا بس به گرافیک و این چیزا نیست، از نظر اتمسفر و ترسناک بودنش به شدت توصیه میشه. شماره 2 ابلیس. این بازی یه دلیلی که میتونه خیلی ترسناک‌تر از بازی قبلی باشه، این بازی هم اتمسفر خوبی داره، بازم ترسناکه خیلی، ولی بزرگترین دلیلش اینه که چون تو ترکیه جریان داره بازی و ترکیه از نظر فرهنگی خیلی ما نزدیک، مسجد دارن، قرآن دارن، برای همین خیلی بیشتر شما ترس رو تو این بازی حس میکنید. حالا چند نسخه داره این بازی و من همه نسخه هاشو به شما توصیه میکنم. و شماره اول Don't Play This. ما توی بازی یه پسری هستیم که عشق فیلم‌های ترسناک و بازی‌های ترسناکه. رفیقمونم چند تا فیلم ترسناک برام میفرسته، میگه قشنگ برو حالشو ببر. و واقعا حالشو میبریم چون این فیلم‌های ترسناک رو ما باید بازی بکنیم. حالا نمیگم چیان، ولی واقعا اتمسفر به شدت سنگینی دارن و خیلی میتونه ترسناک و خفه کننده باشه این فیلم‌های ترسناک که بهمون میده و من به شدت این بازی رو بهتون توصیه میکنم. خب اینم از این 5 تا بازی ترسناک. امیدوارم که بازی خوبی بهتون معرفی کرده باشم و قشنگ تونسته باشم یه تابستون ترسناک براتون بسازم. لایک و سابسکرایب یادتون نره و تا شکار دیگه هم میبینمتون.